اما تو سوسن ساده مهربان احساساتی زیباشناس منظم و دقیق و تو سارای رند عمیق اسیانگر مستقل، برای شما هیچ توصیه‌ای ندارم. در برابر این تندبادی که بر آینده پیش ساخته شما می‌وزد، کلمات که تنها امکاناتی است که اکنون در اختیار دارم چه کاری می‌توانند کرد؟ اگر بتوانید در این طوفان کاری کنید، تنها به نیروی اعجازگری است که از اعماق روح شما سر زند، جوش کند و اراده‌ای شود مسلح به آگاهی، مسلط بر همه چیز و نقاد هرچی پیش می‌روند و دورافکننده هر لقمه‌ای که می‌سازند. چه سخت است و چه شکوهمند است که آدمی خود طباخ غذاهای خویش باشد. مردم همه نشخوار کنندگانند و همه خورندگان آنچه برایشان پخته‌اند. دعوای امروز بر سر این است که لقمه کدام طباخی را بخورند. هیچ کس به فکر لقمه ساختن نیست. آنچه می‌خورند غذاهایی است که دیگران حذف کردند و چه محرزه. آن هم کیا می‌سازند؟ رهبران روشنفکر زنان امروز اجتماع ما، آنها که مدل نوین زن بودن شده‌اند، 17 آزاد زنان. این تنها صفتی است که آنها موصوفات راستین آنانند. آزاد از عفت کلام اجازه نمی‌دهد. این چادرهای سیاه را نه فرهنگ و تمدن جدید و نه رشد فکری و نه شخصیت یافتن واقعی و نه آشنایی با روح و بینش و مدنیت اروپا، بلکه آجان و قیچی از سر اینان برداشت. بر اندام اینان درید و آنگاه نتیجه این شد که همان شاباجی خانم شد که بود. منتها به جای حنا بستن گل مو میزند و به جای خانه نشستن و غیبت کردن شب نشینی میکند و پاسو میزند. از خانه به خیابان منتقل شده است. هم اوست که فقط تنبانش را در آورده است و بس. یک ملاباجی اگر ناگهان تنبانش را درآورد و یا به زور درآوردن، چه تغییراتی در نگاه و احساس و تفکر و شخصیتش رخ خواهد داد؟ اما مسئله به همین سادگی ها نیست. زن روز آمار داده است که از 1956 تا 66 10 سال مؤسسات آرایش و مصرف لوازم آرایش در تهران 500 برابر شده است و این تنها منحنی تصاعدی مصرف در دنیا و در تاریخ اقتصاد است و نیز تنها علت غایی همه این تجددبازی‌ها و مبارزه با خرافات و آزاد شدن نیمی از اندام اجتماع که تاکنون فلج بود، زندانی بود و از این حرفها. اما اینها باز یک فضیلت را دارایند، یعنی یک امتیاز بر رقبای امولشان. چه گرفتاری عجیبی در قضاوت میان این دو صف متجانس